اگه قصد عیبیابی خودروی سری های تیگو داشتید با مشکل روشن نشدن خودرو، اولین مراحلی که باید تست بکنید مراحلی هستش که الان بهتون آموزش میدم. خودروهای سری تیگو که مجهز به سیستم اسمارت کیلس هستند و به صورت دگمه خودرو روشن میشه، عین ماشین هایی که معمولی هستن 3 مرحله سویچ داره: حالت خاموش، ACC IGN و حالت استارت. یکی از این مراحل اگه غیر فعال بشه و کار نکنه خودرو روشن نمیشه. بابت استارت خوردن باید مرحله اول ACC IGN و بعد خودرو استارت بخوره. زمانی که ما میایم پامون رو روی پدال ترمز میذاریم و دگمه رو نگه میداریم، مراحل پشت سر هم انجام میشه. اما اگه تکی خواستیم انجام بدیم بدون اینکه پا روی پدال ترمز باشه، یک بار دگمه استارت من فشار بدم ACC، 2 بار که فشار بدم IGN و بار سوم برمیگرده رو پله آف. یکی از این مراحل انجام نشه خودرو روشن نمیشه. بریم و دلیل اصلی این مشکل رو بهتون بگم. جعبه فیوز داخل موتور رو دربش رو برمیداریم. دقت داشته باشید ما اینجا 3 تا رله حیاتی داریم جهت روشن شدن خودرو. یکی اولین رلی که اینجا شما مشاهده میکنید رلی به نام رلی مدار ACC، برق مدار پله اول. مدار بعدی مربوط به مدار IGN هست، سویچ باز هست و رلی آخر مربوط به رلی استارت هست. شما اولین کاری که انجام میدید میایید و تست مربوط به رله ها را انجام بدید. اکثر مواقع موردی که به وجود داره خال زدن پایه رله ها هست که باعث روشن نشدن خودروهای سری تیگو هست. رله رو تست بگیرید و بعد از اینکه مطمئن شدید رله ایراد داره رله رو عوض بکنید. نکته دیگه ای که وجود داره جهت اطمینان و سریعتر عیبیابی انجام دادن، شما میتونید تست رله ها رو توسط دستگاه دیاگ انجام بدید که زمانی که پله اول، دوم و حالت استارت گذاشتید دقیقاً داخل دستگاه دیاگ بهتون وضعیت رله ها را نشون میده.